داستانای پراید 20 میلیونی قسمت 2. توی قسمت قبل تمام ادوات داخلی ماشین رو تا جایی که میتونستم باز کردم. شب بردمش خونه تا فردا اولین روز صافکاری رو استارت بزنم. 7 صبح شد و این وضعیت من تورای صافکاری. کاپوت قلاب نداشت و با سیم مفتول بستم. پس موقع رانندگی با 90 تا سرعت کلا برگشت. بالاخره با هر مشقتی که بود ماشین رو آوردم صافکاری. البته اینجا نه. اینجا به محض ورود اوسمتی شروع کرد باز کردن گلگیر عقب و رکاب سمت راننده. پس منم رفتم جفتشو خریدم. اینجا رکاب سمت شاگردم خریدم و آوردم مغازه. مرکزی برای پوسیدگی ماشین پیدا نکردیم، ولی بیشترین قسمتی پوسیدگی داخل همین گلگیر عقب بود. از اونجایی که اول صبح کاپوتمون به فنا رفت، طبیعی بود که 2 تا لولا هم باید براش بخریم. البته خود کاپوت هم باید کلا عوض شه. قسمت بعدی براش کاپوت استوک خریدیم و شروع کردیم به گرفتن پوسیدگی‌ها. اگه تو هم از این جور محتوا خوشت میاد پیجمو فالو کن.